درود، خوش اومدید به این ویدیو بسیار زیبا. تو این ویدیو قراره کار باحال بکنیم. بزن بریم. خب کاری که قراره تو این قسمت بکنیم به دست آوردن تمام ساپلینگ هایی که دسترسی بهش رو داریم به استفاده از این مارکت ها که الان مارکت ها رو میسازیم، ساپلینگ ها رو پیدا میکنیم و پیشون میکنیم. چیزی که این مارکت میخواد ردبول و پلنک و وود هستش. این از تمام رنگایی که میتونیم با بولا بسازیم، چون که این مارکت رنگ قرمز و مشکی میخواست. این با همه رنگا میشه ساخت. آره این اوکی، فقط این رنگ قرمز میخواست. مارکت اینم ساخته شد. نقطه اینه که امرالد میخواد. اینم از این. حالا مارکت همون رو ما میذاریم بذاریم اینجا. سیدها رو هم داره که فعلا این قسمت نیازم نمیشه. ما فقط سپلینگ ها رو میخوایم که سپلینگ ها رو با یه امرالد میفروشه. این هم همون جوری. حالا این مارکت بیشتر اسپانگا رو میده. این مارکت بیشتر اسپانگا با سیدا رو بیشتر میده. من همین کارمون رو انجام بدم. خب تمام سپلینگ ها رو جمع کردیم. اینا رو هم ساختیم. اینا رو خط بزنم. چست میخوایم بر جمع آوریش و هاپینگ بامزای پود. خب حالا وقت کاشتن این سپلینگ همونه. اینا رو بذارم و بردارم. هنوز 27 تا سپلینگ مونده ولی جا نداریم. نمیدونم به چه شکل بذارم. میتونم این وسط ها رو پر کنم دیگه. این هم از تمام سپلینگ هایی که میتونستم به دست بیارم که همشون با هم یه جا دارم. ببینید هم خود سپلینگ رو میده هم میوهش رو میده. برای همشون همین.
اگه تو هم میخوای اسمت روی این گلد نفر بره، فقط با یه گذاشتن یه کامنت میتونی این کارو بکنی، من حمایت کنی هم اسمت میره. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر دیدین. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ، بای بای.